سلام به شما زیبارویان عزیز. آموزش قند تخته‌ای رو داریم که داخل ویدیو مواد اولیه و طرز تهیه‌اش کاملا واضحه، ولی خودم هم براتون توضیح کامل رو میدم. ابتدا یک سینی نسبت به اندازه شکرتون، سینی فلزی رو کامل چربش کنید و کنار بذارید. مواد لازم: 3 لیوان شکر، 1 لیوان آب، 1/4 لیوان گلاب، 1/2 قاشق چایخوری پودر هل و چند قطره آب لیمو، کمی زعفرون، اگرم دوست داشتید 2 قاشق کنجد و گردوی خرد شده یا آسیاب شده هم میتونید اضافه کنید. شکر و آب و گلاب و زعفرون و پودر هل و آب لیمو رو داخل یه قابلمه مناسب مخلوط کنید و روی حرارت زیاد بذارید تا شکر حل بشه و به جوش بیاد. در همین حین یک کاسه پر از آب خیلی خنک رو کنار دستتون بذارید که در ادامه لازمش داریم. وقتی مواد شروع به جوشیدن کرد، حرارتش رو متوسط کنید. بعد 4 تا 5 دقیقه جوشیدن، طبق ویدیو با قاشق ازش تست بگیرید که مواد موقع چکه کردن از قاشق باید یه مقدار کش بیاد و سریع از قاشق نریزه، و یا یه قطره از مواد رو داخل کاسه آب سرد بریزید و اگه شکلش رو حفظ کرد و داخل کاسه پخش نشد یا حل نشد، دیگه آماده است و گاز رو خاموش کنید. از این قسمت به بعد باید عکس‌العمل خیلی سریعی داشته باشین. شعله گاز رو که خاموش کردین، کنجد و گردو رو اضافه کنید و خیلی سریع و فرز مرتب مواد رو هم بزنید که این هم زدنه 4 دقیقه حدوداً طول میکشه تا آماده بشه. مواد حالت شفافیت خودش رو از دست میده و مات میشه، یک مقداری هم غلیظ‌تر میشه. بعدش سریع داخل سینی چرب کرده بریزین و به مدت 2-3 ساعت بذارید خنک بشه. بعد تایم 3 ساعته دیگه آماده استفاده است و میتونین خوردش کنید و همراه با چایی کلی از طعمش لذت ببرید و مطمئنم اگه درست کنید از طعمش شگفت زده میشید. دوست خوبم، لطفاً با لایک و ساب هم از من حمایت کن. متشکرم و امیدوارم از طعمش نهایت لذت را ببرید.